برعکس روزی بی‌برکت و روزی عکس می‌گرداند. مناقشه و درگیری‌های کشورهای سوریه، عراق، لیبیا، یمن، مصر و افغانستان که از گرفتار شدن مردم و بیگانه‌پرستی و فریب و نیرنگ سازمان‌های تروریستی افراطگران سر زده است و سرزمین ما بی‌تأثیر بودن نمی‌تواند. متناسب با این روند وسیع شدن منفعت‌طلبی کشورهای علاقه‌مند برای زیر تأثیر قرار دادن منطقه‌ها با مفت به دست آوردن ذخیره‌های طبیعی و قوه کار کشورهای رشدیابنده میباشد. متأسفانه یکی از سبب‌های اساسی و جنگ‌های خرابی‌آور کشیدن کشورهای مسلمان‌نشین این تأثیر توسط حرکت جنبه‌های تروریستی با طرز خود مانیدور کردن مردم توی‌قربان کریم و به این وسیله به نفاق نزوع انداختن پیروان اسلام نابود میباشد. و خداوند عز و جل در این روز اجابت دعا و محبت و اخوت و دوستی و برادری را خداوندا ارزانی و دائمی و همیشگی را رحمت و مغفرت جایشان را جنت و روحشان را خوشحال بدار. خداوندا یا رب العالمین اللهم انا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء خير وبركة ورحمة ومغفرة وخصوصا روحي خلق وشفاعة رسول أكرم وشرح صدور الصادقين بظهرنا نبي آخر الزمان الله أكبر. إلا الله واجعل آخر دعوانا في الجنة أن الحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. روزی سعید مبارک، فطر مبارک باشد، همراهتان مبارکت باشد. شما اکرام قبول کنید.